یا حسین یا حسین. سوخ عقیق سرخ شد یاقوت کبود، پایان آتش این بار گلستان نبود. یکی جوانش را به مسلخ عشق می برد، یکی جوانیش را به دست عشق سپرد. به ناروا بهتان و وصلش زدن، این جماعت ناجوان مردان بدن. پیشا پیش نتیجه رو که هر چه باشه به تک تک شما و به خلق قهرمان ایران تبریک میگم. حکم اعدام یه مشت قاتل جانی، به خونخواهی 20,000 جوان ایرانی. شورش تو زندان با ندای مرصاد، طلبه ولایی جلوی جلاد ایستاد. خسته نشورید از این همه تهمت زدن و اهانت کردن. اگر مشکلات مردم با اهانت به من حل میشه اشکال نداره. از 67 تا امروز تهدید کردن، سالی 1000 بار هر روز تهدید کردن، ولی باکی نداشت فرزند بهشتی. احلا من الاصل شهادت نوشتی، روی کاغذ زمینی ها زمان را خوردن، پیراهن یوسف را به تاراج بردن. بیخبران پایان راه شاه می آید، صدای یوسف از ته چاه می آید. آن کس که شاه خراسان شد، عزیز مصر شدنش شاه آسان شد. هشتمین جمهور نگین پادشاهی گرفت، از هشتمین امام نشان شاهی گرفت. پرواز آخر رخ یار آسمانی، پرواز آخر همان یار خراسانی. رفت طالب هیچ به معنا رسید، از کف شهر عشق به معوا رسید. قصیده قاصر از این غزل شد، داغ این عشق از ازل تا ابد شد. به ما درس عاشقی و تو یاد دادی، پای مکتبت با خون خودت واسادی. خواستن دولت بی تکرارت کنن، خواستن تو رسانه ها انکارت کنن، ولی عجیب شد خادم و رضا. پناه برد مثل کبوترا به امام رضا. سوختی تو دل مردم تولد یافتی، با خون تار و پود عاشقی بافتی. حلالمون کن سید بد با حتا کردیم، برا هممون عاشقی و معنا کردیم. حلالمون کن ما مردم بی عشقیم، خوشسالی بوستان شهر دمشقیم. حلالمون کن به اشکای مادرت، حلالمون کن به پهنای کشورت. حلالمون کن طلبه مظلوم مشهدی، یکی از یاران یار تو روز محشری. در تاریخ ایران یک در نفیسی، شهید جمهور سید ابراهیم رئیسی. عاقبت خادم و رضا حبیب مردم شد، با خدا معامله کرد عزیز مردم شد. با خدا معامله کرد عزیز مردم